مکزیکی رو حامله کنیم، مکزیکی برو، بعد من تو بچه روانه چالوس دوباره یه 30 سال دیگه. دوباره امکان نه، نداره. بعد گوش کن بعد به چالوس، بچه های چالوس این کی آوردی قدیر، بعد این مکزیکی هم شبیه ژاپنیان دیگه، این کی آوردی، بعد تو این خار مادر آیسان رو من گاهیدم، ما رو برد یه با آمریکا دور بده، یه گیره غر دیگه برای 30 سال دیگه. مواظبم. من نگاه کن. من بگوید الان این شماره من چیزی گرفتی مستقیم؟ امیر روحانی زنگ زد جواب ندادی، خودم از تلفن عادی زنگ زدم. امیر روحانی که زنگ زد؟ تو زنگ بزن الان، تو زنگ بزن. ایران خطرناک، این خالکوت تحریم ما رو میگیرن، تو زنگ بزن. حاجی ما بچه اینیم، میدونی چه سالاریه طرف، بعد برمیگردیم رو بحث سکشوال بچه ها. نشم هزار. الو. یه راستی گفت یا نگاه کردم الان. آره میگم این یارو سفارتیه باید صحبت کرد که چی صحبتی بکنی فلان اینا یا نه قدیر یارو بندر عباس چی بود امیر روحانی تعریف کرد، گفت بندر عباس اومده بودن دنبال تو. آره. چی شد؟ میگم دیگه یارو اومد اینجا بندر عباس. درست تعریف میخوای بکنی یا که میخوای نصف نیمه صدای منه در بیاری الان؟ گفت که آقا من خال مادر بندر عباس گاهیدم. میگم آمد اینجا دنبال من میشستید. گفت من میخوام این آقای رو ببینم. آقای کی؟ آقا قدیر رو؟ آره. آقا کار نداری، آقا ولش کن، پدرجان ولش کن، تو نمیخوای صحبت بکنی ولش کن، من حوصله ندارم آقا ولش کن. خواهد کن دیدم صحبت میکنم دیگه. بگو. گاهیدی من تو آجون گیری میکنی بابا خواهش کنم. قدیر جون میخوام بهت ایدی بدم. ایدی چی میخوای؟ الان میزونم، هر ایدی بخوای بهت میدم. چی میخوای ایدی؟ همین الان بگی تا نیم ساعت دیگه میگم امیر روحانی بزنه برات، هر مبلغ رو بگی. آقا من بقولم سلامتی میخوام. پس هیچی نمیخوای؟ یه دو شما بزنی تو کافیه. دو چیه؟ یه 2 میلیون. بابا 2 میلیون چیه؟ برو بالا دادا، برو بالا. 5 میلیون. برو بالا قدیر جون، بالاتر. بالا سنگون میکنم. آرکان داره که بالا سنگون میکنم. من کوچی بودم. نه حقیقتیه دیگه. 10 خوبه 10. وای عشقی منو در نیار. قدیر الان گوش کن، تو که خودت بعض الان خوبه، الان مثلا این 10 رو بگیری برنامه‌ت برای 10 مثلا تو 2 سال آینده چیه؟ ارواح ماموزرگ راست بگو. برای کی؟ برای این 10 رو تو چند ساعت مصرف میکنی؟ برای 2 ساعت دیگه، درسته؟ نه بابا اینو میگم من میخوام فردا برم تهران، پولی هزینه دارم. تهران چه خبره؟ باید برم دکتر دیگه، اونجا امارای فلان بدم بیکار بدم. دکتر همین برای باتری؟ آره. با کی میری تهران؟ خودم میرم تهران، بعد اونجا امیر هست، با امیر میرم دکتر دیگه. آره باش، با خرابکاری نکنید تو جان قدیر را، خب؟ نه دیوانی اصلا صحبتش نکن. آره ما رو اسیر نکن، من الان اینجا وسط یه کاری هم، بابا من خودم با یه گوش بده، دختره اومد خونه ما، شروع کرد با ما صحبت کردن. آره من از تو خوشم میاد و من اونجوری و من دنبال چی نیستم و تو خیلی کار میکنی و من با دوستش قبلا رفیق بودم. خب حالا خالکوسه من با پدر صحبت کنم. نه گوش کن، بعد برگشت گفت که آره من کار من از 6 روز هفته رو کار میکنم دیگه، سر کارم هر روز دیگه. خب
بعد خلاصه این برای اون ور بعد برگشت دوباره تو با دوست من بودی و فلان و اینا، دوست من میخواد بیرون بره فلان کنه ولی من میخوام تو خونه باشم و مثلا خانومی تو باشم و چهار کس بازی ها. اگر بخوادی بگیم من با اینجوری چیزا رو با پدرم مشورت میکنم، با پدرم تماس بگیرم، پدر بگم اینه پدر چی میگه. هیچی. آقا این اومد اینجا و شب اول آقا ما شروع کردیم لب و لوب و اشغال. کار ما که داشت تموم میشد این دیوس قدیر قفل کرد پاشو دور منو نگه داشت. گرفت اینجا صحنه خطرناکیه دیگه. الان خارگوسه به آرش زنگ زده که من حاملم از آیسان. یاران همه رفتن، پسر مواظب باش برای من بچه درست نکنی، نتونی چالوز بگی پدر این داشتی باش بزرگ کن. رفتی الان واقعا اگه این اتفاق بیفته ارواح مادرت میتونی کمک کنی ما رو یا نه؟ آره دیگه بفرستی که من نگهش میارم. من ایران بفرستم قدیر جان بعد میدونی که تو همینجوری من دستگاه پول جابگان من جوهرش داره تمام میشه، بعد هر روز مثلا بچه 6 ماه آره پسر کفش فوتبال میخواد خارکسته این بچه کسکه این خارکسته راه نمیره که فوتبال هزینه خیلی میره بالا. روزی چقدر قدیر روزی چقدر این بچه رو من باید $1 بزرگ کنم نه پول ایرانی. آی قدیر کسخل دانشگاه بشه. آجی خیلی کسخلتم به ارواح مادرت قدیر اگر یک روزی از این دنیا رفتم میفهمی چه چیزهایی برات گذاشتم قدیر جون. خواهی مادر کیرم تو اول آخر اون بنیانگذار بکن آیده چرا میرینی تو حالا؟ شوخی کردم بابا شوخی کردم حالا تمومش که شوخی کردم بابا. چرا من که بهت گفتم که من از خدا هیچی نمیخوام. خدا من شکنجه نده، اگه برنامه بده قدیستایی بده آفتان من خوشگل من خوش زندگی میدونم آیشان همیشه به یاد من هست. بس سلام آلی شد من کوچیکتم. امیر روحانی اگه تو لایو هستی شماره کارت قدیر رو تکست بهش بده 20 میلیون براش بزن. امروز خیلی قشنگ صحبت کرد پدر. رد کرد اصلا حاجی قدیر رد کرد. حاجی من میخوام برم ورزش بکنم. I love you همتون. در مورد اون موضوع سانده هفته بعد صحبت میکنیم. I love